در 7 سال آخر به ساحه انرژتیک کشور جدید تجدید اقدارهای عمل کننده و بنیاد اقدارهای نو بیش از 32 میلیارد سامانی روانه گردید. از جمله با سعی و تلاش حکومت مملکت و دستگیری و زحمت صادقانه مردم کشور ما در راه رسیدن به هدف استراتژی خود استقلالیت انرژتیکی باز یک قدم بزرگ و استوار گذاشتیم، یعنی 2 اگریگات نیروی برقی آبی راغون را به استفاده سپاریدیم که این رویداد در تاریخ نوید تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهم گردید. در نتیجه حجم عمومی استحصال نیروی برق در مملکت به 21 میلیارد کیلووات ساعت رسید و محدودیت انتقال آن در فصل زمستان برطرف کرده شد.